سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که تک تکتون سالم و سلامت باشین تا الان و از الان به بعد هم سالم و سلامت بمونین. در اوج ناآرومی شما بتونید آروم باشید، یعنی واقعاً به تسلط درونی رسیدیم. هر کدوم از ماها اگر در اوج ناآرامی کشورمون، محیط زندگیمون، کارمون، روابطمون، هر کدوم از ماها اگر در اوج ناآرامی بتونیم آروم باشیم، یعنی هیچی نمیتونه، هیچ موشکی نمیتونه تو دل ما دلهره ایجاد کنه. گفتن این حرف شاید خیلی سخت باشه و انجام دادنش هم سخت‌تر از گفتنشه. حالا ما چطور باید در اوج ناآرومی آروم باشیم؟ وقتی شما به یک قدرت برتر اعتماد میکنی که هر وقت پیمانه عمر شما تموم بشه تموم شده و به اون قدرت برتر اعتماد داری که مراقب تو، خانوادت، همسرت، دوستت، مادرت، به اون قدرت برتر اعتمادتو نشون میدی، نه اینکه فقط حرف میزنی. وقتی به اون قدرت برتر که خدای درون شماست، به اون قدرت برتر اعتمادتو نشون میدی و سعی میکنی، تمرین میکنی، مدیتیشن میکنی که آروم باشی. وقتی که به خداوند تکیه میکنی واقعا و این رو کار میکنی، انجامش میدی، در اوج ناآرامی تمام دنیا شما آروم. و این باور یک باور قدرتمندیه که همه ماها باید روش کار کنیم که چطور در اوج ناآرامی ما بتونیم آروم بمونیم، آروم زندگی کنیم و آروم کار انجام بدیم. سعی کنید که برید روی اعتقادتون به خداوند کار کنید، با سیاست مملکتتون کاری نداشته باشید. هر چی بخواد بشه میشه و وقتی که شما در آرامش بمونید چیزهایی برای شما اتفاق میفته که به نفع شماست، اما شاید شما ندونید. از اخبار فاصله بگیرید، آرامشتون رو نذارید خبرها، حوادث ازتون بگیره. آرامش اون انرژیایی که شما ذره جمع کردید با یه اخبار، با یه خبر بد، با یه خبر استرس‌زا و تنش‌زا، اون همه انرژی‌ها به باد فنا میره. پس سعی کنید آرامشتون رو در هر لحظه حفظ کنید و آرامش رو تمرین کنید. خدا نگهدار.